خوش آمدین. سلام صبح شما بخیر. قربان شما سلامت باشین. من سلام تقدیم میکنم خدمت شما دو نازنینا و خدمت بیننده های تلویزیون آینه که همین اکنون ما را بیننده هستند. میفهمیم خیلی خستام هستین، شب محفل داشتین و انشالله که دور از کرونا باشین. روزگار چگونه سپری میشه اختری صاحب؟ سلامت باشین بصیر عزیز. دیگه روزگار شکر خدا خوب میگذره و کم تشویشی گپا به خاطر همین کرونا گپا است. دیگه فضل خدا مشکل نیست. انشالله که مراحت میکنین دیگه. انشالله حتما به مو خاطر کم فاصله گرفتیم. ما کوشش میکنیم که فاصله را مراحت کنیم. بله بسیار خوب است. خیلی خوشحال هستیم از اینکه شما را داریم. بعد از مدت ها شما را داریم. میشه بگین این مدتی که نبودین مصروف چی کارا بودین و کارهای هنری را به کجا رساندین؟ قربان شما، ما چند مدت یک سال قبلا ما نبودم، دیگه بیرون از افغانستان بودم و بالای می کارهای جدیدم کار میکردم که انشالله با زودترین وقت یک آهنگ جدیدم است دیگه با وطنایزم و به دسترس شما قرار میدم. خب بیا آهنگم که اجرا کردین آهنگ جدیدتان بود؟ بله بصیر جان. خب تقریبا بازخوانی کردین یا بس خودتان بودی کمپوز و شعر؟ نه خیر بصیر جان، این آهنگ قبلا خوانده شد و ما چون این آهنگ از یاد دوست داشتم خواستم دوباره بازخوانی کنم. فکر کنم که از استاد شادکام است اگه غلط نکرده باشم. نه خیر از شادکام نیست، اما آوازخوانش فراموش میشد همین لحظه. دیگه آهنگ قبلا خوانده شد. بارا اوای همو نوجوانی ها و طفولیت بودی که می آهنگ از طریق رسانه ها پخش میشد و ما میشنیدیمش. خب روی دستاورده آخر صحبت کنیم. جناب اختری صاحب چند آهنگ دارین در مجموع و گفتین که کلیپ هم بخیر قرار است که آماده شود؟ قربان شما بصیر جان، ما در حدود 20 آهنگ یا 19 آهنگ بودن که بعضش تصویری هسته و بعضش هم آدیو هسته. خب در مجموع کارهای هنری تان 20 آهنگ؟ بله. خب بسیار خوب. یک آهنگتان ماشاءالله خیلی طرفدار داره، خیلی من هم دوست دارم. ان شاء الله که امروز در اخیر برنامه هم آهنگ بر ما اجرا می داشته باشین. در پهلوی کارهای هنری مصروف چی کارهای دیگه بودین میشه که بر ما بگین جناب اختری؟ سلامت باشین. ما شکر خدا مکتب خلاص کردیم. بسیار خوب. و فعلا مصروف هنر موسیقی خود هستم و بعض اوقات کم کم تمرین میکنم. خب یعنی ورزش کم ورزش میکنین. کدام سرگرمی رو بیشتر دوست دارین در اوقات بیکاری؟ بعد جز از زمزمه کردن، آواز خواندن، اوقات بیکاری که باشین دوست دارین کدام کار انجام بدین؟ قربان شما، ما فقط سرگرمی همی است که امرای دوستم بعض اوقات به تفریح باشه. خب ما قلبا سپاسگزاری میکنم از اینکه تشریف آوردین اختری صاحب. بابت از اینکه وقت ما بسیار زود کم است و نمیتونیم زودتر صحبت ها رو با شما داشته باشیم. ان شاء الله که برنامه ایدی مهمان ویژه ما باشین و بتونیم از آهنگای جدیدتان مستفید شویم ما و هموطنان عزیز ما. خوب تر از آهنگی که آماده گرفتین نشر است، با آماده نشر است و شما میخواین اجرا کنین، روی از صحبت کنین کوتاه و پیامتون هم بتین. سلامت باشین بصیر عزیز. این آهنگم خدمتتون تقدیم میکنم. یک آهنگ نسبتا شاد است. بله. و کمپوزش هم تقریبا مدت پیش خوانده شده بوده و شعرم از حسن جان مذنب است. دیگه آوازخوانش هم خودم است. خوب است. ما میشه خداحافظی داشته باشیم لیلا جان؟ بله. بعدش اختری صاحب آهنگ خود اجرا کنه. با می آهنگ که جناب اختری بر شما اجرا میکنه برنامه را هم به پایان میرسیم. خیلی سپاس که با ما همراه بودین. تا برنامه بعد که در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند یکتا امانت میکنیم. بقیه روزتان خوش، جمعه خوش داشته باشین. خدا نگهدار. هموطنان عزیز سپاس، قلبا سپاس تا این ما را همراهی کردین. ان شاء الله که هفته خوب را داشته باشین، جمعه خوش و خوب را داشته باشین. نزدیک تفریح میریم، متوجه صحتتان همچنان کرونا باشین. ان شاء الله که تا شنبه بازم در خدمت شما قرار میگیریم. همتون به الله یکتا سپرده. شاد، پیروز و کامگار باشین. زندگیتان همیشه مملو از خوشی ها و قلبهایتان با مثل آسمان امروزی همونطور پاک و صاف باشه. خیلی ممنون. Nalito. نکن تو. مرموندی شدی آشنا
صاحب کتی شاتای دل تنگم ز سنگ غم شکستم بر اساس پیوست وقتی که نمرادی گشت خستم بر اساس پیوست از شفا و دل آزاری تو ایجاد بر اساس پیوست خباری از کتن بر دل نشستم بر اساس پیوست یا آنجا پستکت کرام و بر اساس پیوست بر اساس پیوست برماندی شدی آشنا مرکز بر اساس پیوست برماندی شدی آشنا مرکز بر اساس در قار خدا